یک سگ غول‌پیکر با رفتارهایی به شدت خشن که به اعتقاد خیلی ها تنها نژادیه که میتونه سراب ایران رو از پا در بیاره. آلابا یا همون سنترال ایژن شپرد. این سگ به قاتل گورکا معروفه چون استعداد عجیبی در مبارزه کردن باشون داره. گفته میشه یک آلابای میتونه به تنهایی با چندین گرگ درگیر بشه و شکستشون بده. این سگ در روسیه طرفدارهای پرپاقرصی داره و همه به اشتباه فکر میکنن این بچه غول برای روسیه است، اما باید به اطلاعتون برسونم که آلابای متعلق به ترکمن هاست چون تاریخ اینو میگه. خشونت آلابای به قدری زیاده که اگر فرد عزیزی آلابای داشته باشه و شما باهاش شوخی دستی بکنید ممکنه همونجا دستتون رو از دست بدید. آقا الکی که نیست. حالا چرا اینطوریه؟ چون این سگ به شدت روی خانواده و مخصوصا محیطی که توش زندگی میکنه حساسه و به هر کسی اجازه نمیده که توی قلمروش بخواد شلنگ تخته ول بده. اما متاسفانه به خاطر همین خشونت زیاد و قلمرو طلبی از این سگ در مبارزه حیوانات استفاده میشه و چون در بیشتر مواقع هم حریفانش رو شکست میده هنوزم که هنوزه ازش استفاده میکنن، البته سوء استفاده میکنه. حالا از اینا بگذریم، به نظرتون آلابای حریف سراب ایرانی میشه یا نه؟